معزز و مکرم و مدلل گذاشتمش داخل این ظرف خوشگلمون. یه سلفون کشیدم، الان میزانم داخل یخچال که برای خودش استراحت کنه، که وقتی مشتری از این جوجه ها خواب بخوره، عین پنیر فرانسوی هست مثلثی شکل، تو دهنش آب بشه. همیشه گفتم، الانم میگم، مخصوصا شمایی که آشپزی، خب کارتو به نحو احسن انجام بده. خب همینطور که برای خانوادت از بهترین مواد اولیه استفاده میکنی، برای مشتریت هم همینطور. ببین، کارتو دوست داشته باش، مشتریات ازت انتظار دارن، حواست به کارت باش عزیزم. علی حسب الاصول، خب کارتو انجام بده با دل جون. اون بالا هست یکی داره تو رو میبینه، پس درست کار کن با عشق.